دیروز 121 نفر شهید شده در غزه و از طرف دیگر میبینیم فرزندان اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم به چنان گمراهی و چنان از خدا بیخبری در حرکتن که ترامپ میرود به کشورهای عربی در یک دو روز دختران عرب با رقص موی از ترامپ استقبال میکنند. در فلسطین تنها این امروز تا به این لحظه که من پیشتر 5 دقیقه پیش آمار گرفتم پیش از ویدیو 121 نفر به شهادت رسیده، در حالی که در امارات اینمی امروز در برابر ترامپ دخترای جوان رقص موی میکنن. در همون روز که ترامپ در سعودی میرود 130 نفر در یک ساعت طیاره‌های از حالات امروز عجیب است. از یک طرف برادران خود را، خواهران خود را، اطفال بیگناه را در غزه میبینیم به خاک و خون میتپند. دیروز 121 نفر شهید شده در غزه. هر روز فغان یتیم غزه در فراز آسمان، مرغ‌های هوا را در خواب نمیماند. و از طرف دیگر میبینیم فرزندان اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم به چنان گمراهی و چنان انحراف و چنان از خدا بیخبری در حرکتن که ترامپ میرود به کشورهای عربی در یک دو روز. در همین هفته جاری دختران عرب با رقص موی از ترامپ استقبال میکنه. امروز در برابر ترامپ به ده‌ها دخترای جوان در پیشرویش استاد. ترامپ میگذره همراه بعضی سرای امارات، کشور عربی امارات، و رقص موی جریان داره. ما خو ایره از سابق شناخته بودیم که عربها این خصلت ها در اینها وجود داره، این راحت طلبی ها و این زشتی ها و این بردگی ها، ولی جای درد اینجا است که تنها اینمی امروز تا به می لحظه ای که من رویتان گپ میزنم، تنها از امروز آمارش میگم 121 نفر در غزه به شهادت رسیده. تنها امروز در همون روز که ترامپ در سعودی میرود 130 نفر در یک ساعت طیاره‌های از ابوظبی، دبی و قطر و اتحادیه اماراتی با 24 دختری که با سر و بازی و رقص موی در حضور پلیدترین انسان میکنند و تو هم خدا مسلمان گفته‌ای. دختران عرب، دخترانی که پدرانشان عمر بود، ابوبکر بود، عثمان بود، علی بود، سعد بود، امروز در برابر طاغوت زمان، بزرگترین دشمن اسلام و دین، رقص مو را به استقبال ترامپ انجام میدهند. برای دشمن خدا، دشمن مسلمین، دشمن کشورهای اسلامی، از آدرس مزدورانشان، از آدرس غلامان حلقه به گوششان امروز به ترامپ 400 میلیون دلار را یک طیاره تحفه میدهند، در حالی که مردم غزه نان برای خوردن ندارند. واقعا قلب آدم درد میگیرد که چه وضعیت امروز مسلمین در جهان دارند. واقعا انسان تعجب میکنه که ما مسلمان ها به کدام طرف روان هستیم. من امروز دمی روزا یعنی واقعا فقط صفحات میبینم به خود میشرمم، به خدا قسم. هیچ نوشته نمیتونه که چی بگویی، چی بنویسی، در چی مورد بگویی. با تاسف جایی که خیلی درد آور است این است که اینمی چاپلوسی را، اینمی بردگی را، اینمی که در پیشروی پای ایتو انسانهای مستکبر اینا در پایشان میافته، یا امیر قطر و امیر سعودی و امیر فلان و فلان، جای دردی است که اینها رو مردم ممثلین اسلام فکر میکنن. مخمی خواهیم ایره بگویم که ایره عاجلا ما از فکر خود باید پاک کنیم، به مردم ایره بفهمانیم که عرب ها ممثلین اسلام نیستند، به استثنای انسان های خوب. من همیشه دارم گفته های خود استثناء میکنم خوب ها را، کسایی که خوبا هستن اونا سر جایشون، ولی اما قسمی که اینا دعوت از سرزمین عرب سرمنشه گرفته، اسلام از روش سرمنشه گرفته، ما آیت قرآن کریم داریم که الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا یعلم حدود ما انزل الله علی رسوله. اینمی اعراب از دید کفرم اینا خیلی سخت هستند، از دید نفاقم اینا خیلی سخت هستند. در ضمن ای که ما از میان عرب محمد صلی الله علیه و سلم داریم، از میان عرب ابوبکر و عمر و عثمان و علی و سعد و سعید و طلحه و زبیر داریم، ما از میان عرب ابو جهلم داریم، ما از میان عرب عبدالله بن ابی بن سلول هم داریم، ما از عرب امیه بن خلف هم داریم و شبیه از اینها صدها درنده دیگه داریم. شما نگویید که
اسلام از سعودی آمده، ممثل ما اسلام نیست، ممثل ما عربای نیست. در اون سرزمین ابو جهل هم بوده، عتبه و شیبه هم بوده، ابی بن خلف هم بوده و کعب بن اشرف هم بوده. ممثل ما دین است، قرآن است، تقوا است، ابوبکر، عمر، عثمان و علی است، نه ولیعهد سعودی بی شرف و بی دین و بی ناموسی که ناموسش در برابر پلیدترین موجود خدا میلاد شده است. یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، ستارگان تابناک تاریخ، اونهایی که دنیا را انسانیت آموختند، دنیا را عدالت آموختند، دنیا را علم و دانش آموختند. الله میفرماید و سابقون الاولون، اونهایی که از همه پیش آمدن، از همه در جلو قرار دارن، آمدن به رسول الله صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. از مهاجرون و انصار، مهاجرین اونهایی که از مکه با پیامبر هجرت کردند، انصار اونهایی که در مدینه هستند و یاران رسول خدا هستند و پیامبر را کمک کردند. والذین تبعوهم باحسان، و اونهایی که پیروی کردند اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم را با نیکویی. الله چی میفرماید؟ رضی الله عنهم و رضوا عنه. الله رضی الله عنهم، الله خوشنود شد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم. الله راضی شد از اصحاب پیامبر. و اصحاب پیامبر از کی راضی شدن؟ بلند مشتوا، از الله راضی شده. ای جوان عزیز، در قرن 21 زندگی میکنی، تو میتوانی از جمله والذین تبعوهم به احسان قرار بگیری، اونهایی که پیروی کردن اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم را. یک چیز دیگر ما میخوایم به پدرها بفهمونم، به کسایی که اهل تربیت هستند، مربی ها هستند، غلام ها را به مردم معرفی بکنین، برده ها را به مردم معرفی بکنین، انسان های چاپلوس به مردم معرفی بکنین، انسان های چرب زبانه که به این کفار، به این مسیحی ها و به اینها چاپلوسی میکنن، اینها را به مردم معرفی بکنین که باز مردم فردا نسل آینده نگوین که واقعا اینها قهرمان بودن. اینها باید اینا رو معرفی کنین، اینا چاپلوس های زمان هستند، اینا برده های زمان هستند، اینا غلام های زمان هستند. فکرتون باشه که از این آدرس فکر نکنید که اینا کارشون کار اسلامی است، از آدرس اسلام اینها کارها را انجام میده. یک چیز دیگر من براتون از امیدواری، از آدرس امیدواری میگم، خیلی ناامیدم نشین. ما انسان ها الحمدلله برده نیستیم، ما غلام نیستیم، ما انسان های چاپلوس نیستیم، ما انسان های چرب زبان به این مردم نیستیم. فقط حکام غلام شدن. والله قسم که در رأس کشورهای اسلامی انسان های برده نباشه، غلام ها نباشه، چاپلوس ها نباشه، حال ما با این وضعیت ذلت و خواری و بیردگی زندگی نمی‌کردیم، با این وضعیت اسفبار زندگی نمی‌کردیم. شما خبر دارین که در این روزهایی که ترامپ به کشورهای عربی سفر داره، با بمب هایی که توسط خود کشورهای آمریکایی ساختن، توسط اینا صدها نفر به غزه به شهادت میرسه، مردم آواره میشه و اوج حکام عرب از اونها استقبال میکنه متاسفانه. و این در جریان سفر چند روزه ترامپ هم اوج بمبارد جریان داره، اوج چاپلوسی جریان داره. انسان تعجب با فاصله خیلی کم در پهلویش. من مشى مع الظالمين وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. هر کس با ظالم نیست از اسلام برآمده. ممثل اصلی مازوجان سعودی و عربان نیست. الاعراب اشد کفر و نفاق. ابو جهل عرب بود، عتبه عرب بود، ابی بن سلول رئیس المنافقین عرب بود.